اسم من الکسه، اهل فیلیپینم. من یه 29 سالم و در حال حاضر پزشک عمومیم، ولی موقعی که این اتفاق افتاد تقریبا 19 سالم بود. دانشجو که بودم عادت داشتم شبا زود بخوابم و تا از دانشگاه میرسیدم میخوابیدم. حدودای 7 یا 8 میخوابیدم و بعد حدود 1 صبح پا میشدم تا درس بخونم یا روی یکی از پروژه هام کار کنم. تقریبا تا 4 صبح بیدار میموندم و بعد وقتی کارم تموم میشد دوباره میرفتم میخوابیدم. اون موقع ها سیگارم رو با سیگار روشن میکردم. خانوادم خیلی به این گیر میدادن و همیشه میرفتن روی اعصابم. برای همینم وقتایی از خواب پا میشدم که همه توی خونه خواب باشن و راحت باشن. اونطوری هم میتونستم روی درسام بیشتر تمرکز کنم و هم هر چقدر دلم میخواست سیگار بکشم. یه چیز دیگه که باید بگم اینه که خونمون داخل یه شهرکی که چند تا فروشگاه 24 ساعته داخلش هست و میتونیم پیاده بریم و اگرم یه وقت حواس چیزی کردیم راحت بخریمش. خونه ما واقعا بزرگه و یه دروازه داره. یه شب دوباره ساعت 1 صبح پا شدم چون امتحانم شروع شده بود. یه عالم پروژه و تحقیق ریخته بود سرم و تصمیم گرفتم کل شب و بیدار باشم تا به کارم برسم. هرچند اون شب خواهر کوچیکم که اونم دانشجو بود بهم گفت که برم تمام لامپای بیرون خونمونو خاموش کنم و چک کنم که تمام در و دروازه ها بسته شده باشه. مونده بودم چرا این حرفو میزنه. واسه همینم پرسیدم آخه چرا؟ اون گفت میگن امشب یه روح زن میاد که لباس عروسی تنشه، یه فانوس دستشه و شب تو دهکدمون میچرخه. برای همین باید تمام چراغای بیرون رو خاموش کنیم تا یه وقت جلب توجه نکنه و سمتش نیاد. یعنی خب واسه همین یه فانوس تو دستش میگیره دیگه. میگن اگه ببینه یه خونه چراغاش روشنه کنجکاو میشه، فانوسشو میذاره زمین و وارد اون خونه میشه، به خصوص اگه دروازه‌ی اون خونه قفل نشده باشن، و بعد تا ابد با اون خانواده زندگی میکنه. اولش فکر کردم داره شوخی میکنه. اون میدونست که من همیشه حدود 1 صبح بیدار میشم تا درس بخونم یا کارمو بکنم. اینم میدونست که من زیاد سیگار میکشم و هر وقت میکشم با اون دودش کل خونه رو خفه میکنم. آره باشه روح بچه، من دیگه بزرگ شدم و فکر نمیکنی دوره این داستانای روحی و جنی گذشته؟ میدونم میخوای اینجوری کل شبو بخوابم تا دیگه سیگار نکشم و خونه پر دود نشه. ولی قیافه خواهرم کاملا جدی بود و گفت شوخی نمیکنم. اگه نمیخوای باور کنیم به درک، فقط حتما چراغای بیرون رو خاموش کن و در و دروازه‌های خونه رو هم ببند. بعد از اون حرفش تنهام گذاشته بره تو اتاقشو بگیره میمیره اگه تن لششو بلند کنه. فکر کردم داره نقش بازی میکنه تا گولم بزنه. از قضا من همون شب سیگارم تموم شد. از خونه زدم بیرون و راه افتادم سمت فروشگاه نزدیکمون که حدود 5 دقیقه پیاده راه داشت. ساعت 3 صبح بود و همه جا کاملا ساکت بود. چراغ همه همسایه ها خاموش بود، واسه همین همه جا تاریک بود. تنها منبع نور چراغ برقای خیابون و ماه بود. از یه جایی به بعدش بود که هوا یه دفعه واقعا سرد